سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال من خوش اومدید. من مونا هستم و توی این کانال بهتون بافتنی آموزش میدم. توی این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که ما در بافتنی از چه پایه‌های استفاده می‌کنیم و روش بافت این پایه‌ها چطوریه. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. برای شروع کار ما اول باید بدونیم چه پایه‌هایی داریم. ما زنجیره داریم، پای کوتاه، پای بست، پای متوسط، پای بلند، پای دوب، پای سوپ، پای افزایش و کاهش. که اول از همه به ترتیب باید همینطور که گفتم بلد باشیم. یعنی اول از همه باید طریقه بافت زنجیره رو بلد باشیم. بریم که شروع بکنیم. خب نیاز داریم به کانوای اکریل تاب یا اکریل بافت و همچنین قلاب شماره 2 که متناسب با کانوامون هست و یک قیچی که حالا در صورت نیاز ازش استفاده بکنیم. خب برای شروع کار نخ رو به این صورت تو دستمون نگه میداریم، دور این دوتا انگشت میپیچیم، قلاب از اینجا رد میکنیم، این نخ رو از داخل اینجا در میاریم، انگشتامون از داخل نخ در میاریم و این دوتا نخ رو میگیریم و میکشیم. اینجوری حلقه اولیه کارمون به وجود میاد. حالا میریم برای اینکه چجوری ببافیم این رو که من یه مقدار دوربین رو میارم جلوتر شاید بهتر. برای شروع کار نخ رو ببینید این نخ اصلیمه، دور انگشتم میپیچم و با این دوتا انگشت کارم رو سفت میگیرم. حالا نخ الان قلابم سرش سمت روبروی منه، میام یک دور اینجوری دور نخ میپیچم، سر قلابم رو میارم سمت خودم و بعد نخ رو از داخل حلقه میارم بیرون. اینجوری ما اولین زنجیرمون رو زدیم. حالا این کار رو وقتی که تکرار میکنیم زنجیره هامون هم بیشتر میشه. الان من چندین تا زنجیره زدم که اون حالت بافتشم کاملا توی کار مشخصه. شما باید زنجیره هاتون رو به این شکل ببافید. حالا که متوجه شدیم زنجیره رو چجوری میبافیم، میریم سراغ پای کوتاه. برای بافت پای کوتاه نیاز به این زنجیره ها داریم. پس زنجیره هایی که بافتید رو نگه دارید. حالا اینو چجوری میبافیم؟ نختون رو به این صورت بگیرین، یعنی زنجیره ها رو. الان ما اینجا یک حلقه اول داریم، اینجا از این سمت حساب کنیم، این اولین حلقه است، این اولین زنجیره است. این رو رها میکنیم، میایم وارد دومین زنجیره میشیم. بعد سر قلاب سمت خودمه، دور نخ میپیچم که نخ رو بگیر، یعنی از پشت نخ ردش میکنم که نخ رو بتونه بگیر. بعد قلابم رو میگیرم و میکشم سمت خودم که نخ رو بیاره از داخل حلقه بیرون و بعد اینجوری دوباره دور نخ اصلی میپیچونم و از این دوتا حلقه رد میکنم. الان ما اینجا یک پایه کوتاه داریم. این کار رو دوباره تکرار میکنم تا همه این زنجیره هایی که داریم این کار رو تکرار میکنیم. به این صورت ما پایه کوتاه میبافیم. الان ما یک ردیف پایه کوتاه بافتیم. حالا میریم سراغ پایه بست. پایه بست رو چجوری میبافیم؟ برای شروع کار باید بریم ردیف بعدی، چون من میخوام همه رو براتون توی یک بافت ببافم که متوجه تفاوتشون بشید. برای اینکه بریم ردیف بعدی یک زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم به این صورت. برای زنجیره الان این پایه رو کاری نداریم، وارد این پایه میشیم و نخ رو از داخل این پایه رد میکنیم و نمیایم این دوتا رو یکی بکنیم با نخ اصلی. پایه دوم، حلقه دوم رو از حلقه اول رد میکنم. اینجوری پایه بست میزنیم که در انتهای کار از این پایه استفاده میشه. الان ما یک ردیف پایه بست بافتیم که همونطور که میبینین
انگار که داریم کارمون رو قفل میکنیم که دیگه شکافته نشه. مثلا وقتی که میخوایم در انتهای کار نخ رو ببریم، ما از این پایه استفاده میکنیم. برای پایه متوسط باید بریم ردیف بعدی که دوباره یک زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم. حالا برای پایه متوسط تقریبا عین پایه کوتاه، اما با یک تفاوت، این که ما نخ رو قبل از اینکه بریم داخل پایه بعدی یک دور قلاب میپیچیم و وارد پایه بعدیمون میشیم. نخ رو از داخل پایه میاریم بیرون. الان 3 تا حلقه روی قلاب من هست. حالا میایم این 3 تا رو با هم یکی میکنیم. به این میگیم پایه متوسط. الان ببینید دقیقا متوجه تفاوتش میشه شد که نسبت به پای کوتاه و بس که 2 ردیف هستن، یک ردیف پای متوسط چقدر بلندتره. برای پای بلند دقیقا دوباره یک دور نخ رو دور قلاب میپیچیم و وارد حلقه بعدی میشیم و نخ رو از سوی، یعنی وارد پایه بعدی میشیم و نخ رو از داخل پای بیرون میاریم. اما نمیایم این دفعه 3 تاشو یکی بکنیم. میایم نخ اصلی رو با قلاب میگیریم، از سوی 2 تای اول رد میکنیم. دوباره 2 تا حلقه روی کار روی قلاب میمونه. این 2 تا رو هم دوباره میایم یکی میکنیم. این بافت پای بلند به وجود میاد. میگیم پای بلند. پای دوبل که از پای بلند بلندتره، دوباره یک زنجیره میزنیم، کارو برمیگردیم. 2 بار نخ رو دور قلاب میپیچیم، وارد پایه بعدی میشیم، نخ رو از داخلش در میاریم. الان 4 تا حلقه روی قلاب داریم که میایم 2 تای اول رو یکی میکنیم، 3 تا میمونه روی قلاب. 2 تای دوم رو هم یکی میکنیم، 2 تا دیگه روی قلاب میمونه. 2 تای آخر رو هم یکی میکنیم. ببین الان اندازه پای دوبل من شد انقدر. خب ببینید این شده از انتهای کار با پایه دوبل. همونطور که میبینید نسبت به پایه کوتاه، متوسط و بلند خیلی بلندتره. حالا میریم برای پایه سوبل که نسبت به اینا خیلی بلندتره. برای پایه سوبل، برای اینکه بریم ردیف بعدی یک زنجیره میزنم، کار برمیگردونم. برای سوبل روش کار همشون یکیه. 3 بار نخ رو دور قلاب میپیچم که بعدش وارد پایه بعدی میشم. چند تا نخ روی قلاب دارم؟ 5 تا. 2 تای اول رو یکی میکنم، 2 تای دوم رو هم یکی میکنم، 2 تای سوم رو هم یکی میکنم، اینم 2 تای چهارم. به این صورت. اینم از آخرین پایه. حالا اگر دقت بکنید متوجه میشین که پای سوبل چقدر نسبت به پای دوبل بلند، متوسط و پای کوتاه بلندتره. همین راحتی میتونید این پایه های خیلی راحت رو یاد بگیرین. تفاوتشون هم دیگه کاملا مشخصه دیگه که کدوم بلندتره کدوم کوتاه‌تره. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه هم بودید خیلی ازتون ممنونم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.